مهماندار هستیم در رابطه با موضوعی که خیلی مهم هست. موضوع بحث استقلال، بحث آوردن امنیت هست و موارد دیگه. مهمترین گزینه در بخش اقتصادی که در تمام کشورها هست مسئله امنیتش است. روی موضوع استقلال در پیشرفت اقتصادی صحبت داشته می باشیم با جناب حاجی نجیب الله صدیقی، معاون اتحادیه صنعتکاران که در استودیو سلام صبح بخیر با ما هستند. جناب حاجی صاحب سلام بر شما و خسته نباشین. خیلی خوش آمدید. صبحتان بخیر. سلام و استقلال مرتان مبارک میگم. تشکر بر شما همچنان. سلام خدمت خودتان، همکارای عزیزتان و بیننده های تلویزیونتان. د خپلواکي یا 28 ورځ ټول مسلمانان ته خپل وطنان ته مبارکی وایم. سلامت اوسئ. جناب حاجی صاحب بیاین روی این مسئله بپردازیم که استقلال و آزادی یک کشور چقدر میتونه زمین اقتصادی را هموارتر بسازه به خاطر پیشرفت کار اقتصادی. ببینید اگر ما یک مثال بسیار کوچک بتم، اگر ما شما امروز یک پرنده را در یک قفس بند میکنیم او آزادی نداره. اگر او رو آزاد میمانیم او میره یک دانه از او چوبکار از هر گوشه و کنار جمع میکنه، برای خود یک آشیانه و یک ناله جور میکنه. همین شکل ما شما همگی مردم افغانستان روزی که استقلال آزادی داشته باشیم ما توانایی از این می داشته باشیم که فکر مفکوری ما به کار ما، به کسب ما، به پیشرفت های زندگی ما، به جور کردن زیر بنای ما می باشه. اگر ما یک کشور استقلال آزادی نداشته باشه او یک کشور حسیر و یک کشور بیچاره و هجیر می باشه. ما خوشحالی از این داریم که امروز 28 صد روز استقلال جهانی افغانستان است. این ما تجلیل میکنیم. خداوند پاک همه ملت مظلوم افغانستان وصف قدرت توانایی از این بته. همین رقمی که ما در عصر استقلال آزادی خود کوشش کردیم، جهاد کردیم و مبارزه کردیم تا که استقلال آزادی خود گرفتیم. انشالله که امروز مردم افغانستان پا به پا، قدم به قدم برداشتن تا اقتصادی استقلال اقتصادی خود و پیشرفت‌های اقتصادی خود هم تجلیل کنند و به قله‌های پیشرفت اقتصادی برسند. خیلی خوب. ما یک سیر سعودی اقتصادی داشتیم در گذشته وقت اقتصاد افغانستان را با حال مقایسه میکنیم فرازنشیب‌های زیاد داشته. شما کدام تفاوت‌ها را ببینید در بخش اقتصادی کشور در طول تاریخ که تغییرات آمده؟ تغییرات فعلی را چطور ارزیابی میکنید؟ سعی کنیم ما شما شاهد از این هستیم که در 20 سال گذشته ما شما در عرصه اقتصاد و در عرصه صنعت قدر زیاد پیشرفت نداشتیم. امروز سعی کنید دستاورد اولش میگم ما دیروز یک نمایشگاه را افتتاح کردیم که به حضور داشت نخست وزیر ازبکستان بود و کشورهای همسایه حال زیادتر علاقه‌مندی دارن که در افغانستان بیان سرمایه گذاری کنن و ایجاد فابریکات ایجاد کنن، بزنس کنن، تجارت کنن و این شکل زمینه کار و زمینه تجارت، زمینه صنعت در افغانستان فعلا مساعد است و تشکری خاص از وزیر صاحب صنعت تجارت میکنیم که در امی وقت کم بسیار یک تعادل خوب امرای کشورهای همسایه جور کرد که امروز ما دید و دیدهای در نمایشگاه با سطح رئیس جمهور و به سطح نخست وزیر و به سطح وزیرا و دیگه صنعتکارا و دیگه سرمایه‌گذارا و تجارا داریم که ما شما شاهد از این هستیم که در هر یک ماه یا در هر 2 ماه یک نمایشگاه بسیار بزرگ در افغانستان جور میشه. دیگه ما شما شاهد از این هستیم که امروز تجارت ما شما به سطح جهانی شده. امروز صنعت ما شما حتی ما به چندین قلم از اجناس دسترسی داریم که ما صادرات از افغانستان به کشورهای همسایه داریم. بنا این دلیل اگر همین 40 سال جنگ دامنگیر ملت افغانستان نمی بود امروز ما شما به قله‌های خودکفایی می رسیدیم. امروز از اقتصاد ما بسیار یک اقتصاد خوب می داشتیم، مگر متاسفانه که جنگ دامنگیر ملت افغانستان شد و او کسانی که نمی خواستند که افغانستان به پای خود استاد و اقتصاد خوب داشته باشه و یک پیشبرد و یک کشور اقتصادی و به قله‌های اقتصاد برسه، اونا هرج مرجای هر رقمی را به عنوان
یک نام سرش گذاشتن و افغانستان ملتش نموندن که به قله های اقتصادی برسه. امروز ما خوشبین به می هستیم، به می رقمی که 3 سالی که از امارات گذشت ماشاءالله ما شما سعی کنیم بسیار دستاورد داریم. او اجناسی را که ما در افغانستان تولید داریم و 100% حاکمیت داریم که او را تولید میکنیم، او اجناس امارت اسلامی بروی دیگه کشورها بند کرده و ما تقاضای ما از امارت اسلامی و از دولت همی است که اگر یک صنعتکار 50% یک اجناس تولید میکنه او را تشویق کنه که او به 80 برسه، او به 100 برسه تا ما بتانیم زمینه کار را به هموطنای ما در افغانستان مساعد کنیم. چرا امروز جوانای ما، کادرای ما میرن به کشورهای همسایه؟ ایره ما به شما قول میتم اگر برو جوان ما، بر از او برادر ما در خود افغانستان یک زمینه کار مساعد شود، یک معاش خوب داشته باشه، هیچ وقت به اروپا اگر در قصه هم یک دوستم اگر به سرای شمالی هم به امریکا کسی خوشبین از این نیست که برد به اوجه. چرا که زمینه کار، زمینه زندگی کردن در خود افغانستان مساعد باشه، یک معاش خوب داشته باشه، بتونه که با اون معاش خود نفقه اولاد خود تعیین کنه، بتونه که با اون معاش خود اولاد خود مکتب و مدرسه و خوب تعلیم تربیه برش بده. باز چی احتیاج داره که این همه مشکلات و بدبختی کوها و بحرا را سپری کنه بره به کشورهای همسایه خدمت کنه؟ هر جوان ما و شما، هر هموطن افغانستان ما و شما امروز خوشبین به این است که در افغانستان خدمت کنه. سعی کنه کسانی که از افغانستان رفته امروز بر یک لحظه افغانستان اگر میگه امن شوه، آبادی شوه، اقتصاد ما خوب باشه، زمینه کار مساعد باشه و ما بتونیم در یک فضای دوستانه و برادری در افغانستان کار کنیم، ما همیالی هم خوشبین هستیم به ملک خود برگردیم. انشالله که او تو یک روز ما داشته باشیم که همگی مهاجرای از ما، برادرای ما که در کشورهای همسایه رفته، بر از اون یک زمینه خوب در افغانستان مساعد شوه و اونا بتونن که بدون فقر و بدون بیچارگی در افغانستان به بسیار یک فضای آزاد زندگی خودش رو پیش ببره. خیلی خوب، مسئله افغانستان که چندین بار میشه استقلال خود را به دست میاره، یعنی موضوع نو نیست، موضوع تازه نیست. چه چیزی پای اجنبی‌ها را از نگاه اقتصادی، به خاطر که شما در رابطه با موضوعات اقتصادی زیادتر معلومات دارین و آگاه اقتصادی هستین، چه کدام مسئله افغانستان است که پای اجنبی‌ها را از لحاظ اقتصادی که به اونا نفع برسانه داخل کشور ما میکشانه که ایجاب سلطه بگیرن و همچنان تحت سلطه خود افغان‌ها را قرار بدن افغانستان؟ ببینیم ما شما در از این 20 سال گذشته تجربه از امیر داریم که چندین مملکت دست به دست هم داد که بر افغانستان کمک کنه. امروز همون کمک هایی که بر افغانستان کردن چیست؟ اونا کمک ها را نکردن، اونا همگی به منافع خودشان کار کردن. سعی کنیم ما شما اوتر زیربنا، اوتر مدنیاتی داریم، گرانیتی داریم که ما شما در سطح دنیا نداره کسی. او تو در زیر مدنیات ما شما داریم که خوب مملکت ها او را نداره. چرا که ما تابال مدنیات خود استخراج نکردیم. بنا به می دلیل که استخراج نکردیم، زمینی ازی بر ما مساعد نبوده که استخراج کنیم. 40 سال بر ما زمینی جنگ و زمینی فقر و بیچارگی را مساعد ساختن. اینا نمیخوان که امروز افغانستان به پای خود استاد شود. چرا امروز نمیمونن که ملت مردم افغانستان از فابریکات خوب داشته باشند، صنعت خوب داشته باشند، تجارت خوب داشته باشند و زیربنای خود بکشن و مدنیات خودشان بکشن، پروسس کنند، تولید کنند، به نفع مردم افغانستان استفاده کنند. صدیقی صاحب، مسئله موقعیت جغرافیایی افغانستان چقدر مهم میتونه باشه برشان؟ بر مملکت های همسایه 100% جغرافیات افغانستان مهم است. مثل که ما دین روز در امین نمایشگاه یک جمله را دوستا تکرار کردن که اگر میخواه که مملکت های همسایه آرام باشه، آرامیشان در قبال آرامی افغانستان است، پیشرفتشان در قبال پیشرفت افغانستان است. فرض کو پاکستان، ایران، چین، اینا کسایی که امروز افغانستان همسرحد هستند، اینا روز ما شما همین رقمی که اگر افغانستان به پیشرفت برسه، اینا هم به پیشرفت میرسه. صحیح است که اینا امروز به قدر یک پیشرفت دستاورد دارن، رسیدن. متاسفانه که در ملک ما 40 سال جنگ بود، بعضی از اشخاص، بعضی از همسایه ها نمیماند که افغانستان رشد کنه و به سر پای خودش استاد شود. امروز ما شما
تازه به استخراج مدنیات ما شروع کردیم. انشالله که به 10 سال بعدتر ما شما سرکای خوب می داشته باشیم، ما شما بلدینگ های خوب می داشته باشیم، ما شما نفت خوب، همیالی به سمت شمال بهترین چای نفت به دسترس مردم افغانستان است که او به چه رقم استخراج شود. او را دیگه مملکت ها میخواد که چه رقم استخراج کنه. حداقل میگه اگر ما استخراج میکنیم شما توانایی استخراج نداری، بر ما 100% اگر استخراج میکنیم 50% شما شاید 50% ما. مگر مردم افغانستان، دولت افغانستان این پیش بینی داره که باید هرچی منفعت منابعی که به دست میاد از چای نفت افغانستان، از مدنیات افغانستان، او کلگیش مربوط به مردم افغانستان است. امروز چرا ما یک انجینر خارجی را بیاریم که بر ما نفت پالش کنه؟ چرا ما یک انجینر خارجی را بیاریم که مدنیات ما را استخراج کنه؟ چرا او جوانای ما که به کشتی ها و به دریاها رفتن چرا اونا را پس به افغانستان نبیاریم؟ و چرا همین جوانایی که در افغانستان است چرا اینا را تعلیم، درس و چرا اینا را تشویق نکنیم که مدنیات ما را پروسس کنن و تولید کنیم و به فابریکات ما سعی کنیم. ما امروز در بخش ذوب‌آهن در افغانستان خودکفا هستیم و حتی که ما ذوب‌آهن آهنالات به کشورهای همسایه هم صادرات داریم. مگر ما به این نیاز داره صنعت افغانستان که مدن در اختیار صنعتکار بمانیم تا از او استفاده کنه و آهنالات تولید کنه و او را به کشورهای همسایه ما صادرات کنیم. مگر کشورهای همسایه شاید به این خوشبین باشن که چرا همون مدنیات استفاده شود توسط خود افغان ها، بعد اون مدنیات از اینجا بره به کشورهای همسایه اوجا پروسس شود، ملت از اون مردم از اون مردم کار پیدا کنه و پس او را به ما جور کنه، در افغانستان به ما رایی کنه. خیلی خوب. مسئله امنیت یکی از موارد کلیدی است در تمام موارد، تمام بودها. از هر بودی که فکر بکنی تمام بخش‌ها را کمک میتونه. در اقتصاد هم یکی از گزینه‌های طلایی یا گزینه‌های مهم و اساسی بخش اقتصادی ما است که اگر امنیت نباشه اقتصاد هم به رکود مواجه است. فعلا الحمدلله در سراسر کشور امنیت است و چقدر زمینه مساعد شده، چقدر زمینه سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان است که روی پروژه ها کار شود، روی هم تمرکز زیادتر صورت بگیره که هیچ سرمایه‌گذاری بکنن بزرگان بخش اقتصادی ما. استاد شما هم چای گرفتم میتونید خیلی قربانتان شما. سعی کنین امنیت خو یک رول 100% در عرصه بزنس، صنعت، تجارت داره. ما شما شاهد بسیار یک سنه های دلخراش 20 سال گذشته که اختطاف، دزدی، چور، چپاول، رشوت خوری و فساد اداری همگی دامنگیر ملت افغانستان بود. ما شما بسیار به مشکلات پیش می رفتیم. الحمدلله امروز شکر با آمدن امارت اسلامی افغانستان، امنیت افغانستان اگر بگوییم 100% برقرار است، شاید 95% 100% باشه که برقرار است. ما کدام مشکلی از نگاه امنیت نداریم. همین رقمی که امروز امنیت مردم افغانستان، دولت افغانستان، امارت اسلامی برقرار ساخته، انشالله ما خوشبین از این هستیم که روزهای برسه که اقتصاد افغانستان هم امیر رقم به پای خودش استاد شود، ما یک کشور اقتصادی باشیم، از فقر، بیچارگی، مشکلات این مردم هم زجردیدی افغانستان برای و ما هم آرزوی از این داریم که یک کشور خوب در فضای امن داشته باشیم که برای هموطنان ما زمینه کار مساعد باشه، برای هموطنان ما زمینه زندگی کردن مساعد باشه و بتانیم که ما هم در یک فضای خوب زندگی کنیم. راجع به پروژه‌ای که باید چه رقم در فضای امنیت پیش بره، سعی کنین امنیت ما شما به چی میگیم؟ امروز اون نقشه هایی را که از 40 سال سابق در افغانستان بود او را ما در 20 سال گذشته پیاده کرده نمیتونستیم. اگر نقشه به سر یک خانه والی و یک وزیر میرفت یا یک کس دیگه میرفت اون نقشه مکمل تغییر میافت. مگر امروز ملت افغانستان بیدار شده، ملت افغانستان خودشان آگاه شده. اول آخو ما انشالله از طریق کمری شما برای هموطنان ما که خانه هایشان در نقشه رفته آرزوی از این میکنم که به جای از او خانه های گلی بر از اینا خداوند پاک قصر نصیب کنه، خانه های کانکریتی نصیب کنه و اونا خانه هایشان را بر راه عام و به سرک منفعت مردم اهدا کرده، خداوند پاک از خزانه های غیبش بر از اونا 10 برابر بر از اونا بدیل بده. مگر امروز سعی کنید پیشرفت افغانستان چه رقم است؟ خود هموطن
ما بلند میشه، خانه خود خراب میکنه و سرک هم میمونه که جوش. صدیقی صاحب، روی پروژه های اقتصادی چقدر کار شده در طول این 3 سال؟ اگر ما به نظر بگیریم، به خاطر مسئله امنیت را یاد کردم که روی پروژه چقدر میتونیم بگوییم که تمرکز صورت گرفته؟ در 1 سال اول که امارت اسلامی افغانستان پیروز شد، یکی در مشکلات خودش داشت تا که پروسس شد و تا که با امرای مینجوا و برای مؤسسات برای امرای از اینا کانتکت شد و صحبت ها صورت گرفت. فعلا مؤسسات و سکتورهای خصوصی همگی نرمال به کار خودش ادامه داده. همون نقشه و همون ماستر پلانایی که سابق بود اما کلش پیاده میشه در شهر کابل و سرکایی که مثال نیمکاره بود اونا به کارش آغاز کرده. بنا به این دلیل است که اگر روی یک سرکی که نیمکاره مانده بود تو کارش شروع شده، بنا به این دلیل که برای برادرای ما، برای هموطنای ما زمینه کار مساعد میشه و همون سرک ما و همون پروژه و یا همون نقشه کسب او هم عملی میشه، کارش شروع است. فعلا خب به خوشبینی و خوب وجه کار صورت میگیره. سعی کنید ثابت ما شما شاهد ازی بودیم که اگر یک انجینر خارجی می بود یا داخلی می بود در یک سرک یا در یک جای کار میکرد تا که برای نصف منفعت از او مؤسسه یا از امو شرکت به فساد اداری نمیرفت و مؤسسه کار شروع نمیشه. روی حفظ ثبات پول ملی ما چقدر متمرکز بوده بخشای اقتصادی ما در طول این 3 سال؟ ببینین روزی که اول امارت اسلامی افغانستان پیروز شد، کرنسی ما شما دلار یا مثال افغانی یک رقم به اوج خودش رسید. همگی افغانای تو یک رقم فکر میکرد که شاید دلار به 140 به 150 تا 200 رقم میزد. چه کسایی که تجارت میکرد، کسایی که بزنس میکرد در اول تصور میره، تصور همگی همین رقم تصور میکرد. سعی کنید امروز کرنسی ما شما جایگاه خودش پیدا کرده. سعی کنید دلار امروز از 70 و 80 پیسه یا 40 پیسه رسیده. ببینید این یک منیجمنت میگن، این یک نظارت میگه که امارت اسلامی افغانستان به بسیار تعادل و خوب ایره به دست گرفت. با حالتی که اکثریت ملکا روز به روز اعلام میکنه و در میدیا میگه که ما امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسیم، بعد در این سواد در این گپا از اینا بعد امروز کرنسی یا مثال دلار یا پول افغانستان بی ارزش میشد. ماشاءالله امروز باز هم از کشورهای همسایه کرده پول ما ارزشش بالاتر است و کرنسی را به خوب وجه تانستن که نگاه کنند. درست. صدیقی صاحب، گفتنیتان به اوی ده کسایی که سرمایه گذاری خود را در کشورهای بیرونی کردن، افغانایی که هستن زیادتر سرمایه گذاری در کشورهای بیرونی انجام دادن، فعلا خود زمینه مساعد از گفتنیتان به اونا چی است؟ شما هم در افغانستان حوزه اقتصادی را، تمام حوزه‌ای که میتونه زمینه رشد اقتصاد کشور باشه بررسی میکنید؟ سعی کنیم ما خو برود از دوستا و صنعتکارا و تجارای ما که بیرون از افغانستان سرمایه گذاری کرده، ماشاءالله برای خودشان هم خوب معلوم است. همون یک مثل ما شما میانه داریم میگیم چکک چکک قطره قطره دریا میشه. امروز اگر ما و شما دست به دست هم نتیم، در این ملک سرمایه گذاری نکنیم، در این ملک عرق نریزانیم، امروز اگر خوبی و بدی مملکت خود ما را خود ما استفاده نکنیم، خود ما تجربه نکنیم، هیچ این کشورهای همسایه هم که به اوج قدرت و اقتصادی رسیده اینا یک دم نرسیده، اینا از صفر شروع کرده. درست. ما هم ماشاءالله فعلا در افغانستان زمینه کار برای هموطنان ما مساعد است. زمینه سرمایه گذاری مساعد است؟ زمینه سرمایه گذاری مساعد است، زمینه فابریکه‌داری مساعد است، زمینه تجارت مساعد است. از روی در هموطنا و دوستای ما که در بیرون است مملکت ما سرمایه گذاری کرده، من بر از اونا ایره میگم که فعلا زمینه سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است. امارت اسلامی افغانستان بار ایره گفته که من از صنعتکار، از تجار حمایت میکنم که در افغانستان بیان و سرمایه گذاری. بسیار خوب. خیلی سپاسگزار هستم جناب حاجی نجیب الله صدیقی، معاون اتحادیه صنعتکاران، که در رابطه با نقش استقلال در پیشرفت اقتصادی صحبت‌های داشتیم. تشکر، موفق باشید. تشکر از شما، از همکارای عزیزتان و از بیننده های تلویزیون شما. بخیر باشین.